تو هر خانواده یکی هست که جز خودش هیچ تو زندگیش نداره، یکی که حتی تو خانواده هم تنهاست، کسی رو نداره که بهش گوش بده، حال بدش رو بفهم و آرومش کنه، یکی که فقط خدا میدونه چه دوران بدی رو گذرونده، یکی که همیشه بدون اینکه هیچکی ازش بدونه با بدترین زخما با کلی بغض و گریه شباشو صبح کرد و روز بعد با یه لبخند مصنوعی که همه فکر میکردن به خاطر حال خوبشه به زندگی ادامه داده. الله وکیلی اینا رو اذیت نکنید، اینا به قدر کافی اذیت شدن. تو هر خانواده یکی هست که جز خودش هیچ تو زندگیش نداره، یکی که حتی تو خانواده هم تنهاست، کسی رو نداره که بهش گوش بده، حال بدش رو بفهم و آرومش کنه، یکی که فقط خدا میدونه چه دوران بدی رو گذرونده، یکی که همیشه بدون اینکه هیچکی ازش بدونه با بدترین زخما با کلی بغض و گریه شباشو صبح کرد و روز بعد با یه لبخند مصنوعی که همه فکر میکردن به خاطر حال خوبشه به زندگی ادامه داده. الله وکیلی اینا رو اذیت نکنید، اینا به قدر کافی اذیت شدن.